مثل اینکه رسیدیم به قسمت سوم از پادکست پنانه یا همون قسمت دوم جنگ یخچالی. اسم اپیزود آخرین اشتباهه. تو این اپیزود میخوایم ببینیم که سرنوشت جنگ یخچالی دوم به کجا میرسه و بالاخره قرمساقا با هم صلح میکنن یا نه. حوصله اینطور رو بیشتر ندارم دیگه، بریم سر اصل مطلب. راستی پند این قسمت هم آخر اپیزود میگم، حتما گوش بدید چون که میدونید پندای من، پندای ددی خیلی توی زندگیتون تاثیر داره. دیگه حرف اضافه نمیزنم، بریم سراغ داستان. Sonali Remix. تا اینجا گفتیم که زیادی خواهی های رویای گازلر برای گسترش ایدئولوژیش جرقه جنگ جدید رو زد. شاید پیش خودتون فکر کنید که با اون همه خاطره تلخ جنگ یخچالی اول و دردایی که مردم نوشابان کشیده بودن، این جنگ براشون سخت باشه و از قبل خودشون رو بازنده بدونن. ولی نه، مردم نوشابان و سخنرانی های آتشین گازلر پر از شور و شوق انتقام شده بودن. گازلر کاری کرده بود که جنگ دیگه فقط درگیری نظامی نباشه، بلکه یک جنگ مقدس برای بازپسگیری افتخارات از دست رفته به حساب بیاد. حالا نوشابان دیگه اون ملت شکست خورده پیماننامه ترشایی نبود. ارتش بزرگ نوشابان به رهبری گازلر کبیر آماده جنگ شد. رژه عظیمی توی خیابون‌های نوشابان دیده میشد، یه نمایش قدرت تمام عیار. مردم با شور و حرارت سربازها رو تشویق می‌کردن و شعارهای ملی توی شهرها طنین انداز بود. این بار نوشابان با یه ارتش واقعی وارد جنگ شد. یه ارتش که نه تنها از سلاح و تجهیزات مدرن استفاده می‌کرد، بلکه با ایمان و باور جنگ رو پیش می‌برد. گازلر بعد اینکه نیروهای داخلی رو پاکسازی کرد و بقایای آبای گازدار رو سرکوب کرد، دستور حمله به همسایه‌ها داد. اولین همسایه‌ای هم که قربانی شد اسموتیا بودن. ارتش نوشابان مثل موج خروشان و درنده به کشورهای اطرافش یورش بردن، درست مثل طوفانی که هیچ چیز جلودارش نبود. اما متفقین آبای گازدار گازلر رو جدی نگرفتن. اونا فکر می‌کردن که این جنگ هم مثل جنگ قبلی و یه شکست سریع و شرم‌آوره برای نوشابان. ولی اشتباه کرده بودن. برخلاف انتظار همه، هر روز که میگذشت ارتش نوشابان قوی‌تر میشد. انگار سخنرانی‌های گازلر نیروی ماورایی بهشون میداد. فقط 6 روز طول کشید تا نوشابان همسایش یعنی اسموتیا رو تصرف کنه. مردم اسموتیا حتی فرصت نکرده بودن که مقاومت کنن. پرچم حزب گازی توی تک تک خیابونای کشورشون برافراشته شده بود و نوشابه‌ها این پیروزی رو جشن می‌گرفتن. گازلری که یه زمانی یه فقیر به حساب می اومد، حالا به یکی از بزرگترین رهبرای نظامی تاریخ نوشابان تبدیل شده بود. اعجوبه‌ای که یک نفر کل تاریخ نوشابان رو توی چند سال عوض کرد. قبل اینکه متفقین حتی فرصت کنن واکنش نشون بدن، نصف کشورهای اطراف نوشابان صعود کرده بود. نقشه جهان داشت تغییر می‌کرد. صدای چکمه‌های ارتش نیروبند نوشابان توی دنیا میپیچید. نوشابه‌های زرد، مشکی، اسپرایت‌ها همه زیر سایه امپراتوری گازلر بودن. اما این تازه اول فتوحات گازلر بود. Радость
حدود 15 روز از آغاز یورش بزرگ نوشابان گذشته بود و حالا ارتش نیرومند گازلر به دشمن اصلیش رسیده بود، یعنی آبای گازدار. کشوری که یه زمانی نوشابان رو تحقیر کرده بود، حالا وحشت زده و درمانده نیروهاش رو برای جنگ آماده میکرد. اما یه حقیقت تلخ وجود داشت که هنوز باورش نکرده بودن. این ارتش دیگه اون ارتش ضعیف جنگ یخچالی اول نبود. این بار ارتش گازلر مثل یک سیل خروشان دفاع آبای گازدار در هم کوبید. تمام کمک‌هایی که متفقین و دوغ‌ها برای نجات این کشور فرستاده بودند هیچ فایده‌ای نداشت. آبای گازدار مثل مرغی که توی چنگال ببر گیر کرده باشه، فقط دست و پا میزد و امیدی به نجات نداشت. وقتی خبر فتح آبای گازدار به گازلر رسید، اولش باورش نشد. فکری شایعه ساختگیه، چون حتی خودش هم انتظار نداشت که توی مدت کم این کشور در هم بشکنه. اما این خبر واقعی بود. ارتش نوشابان مثل بولدوزری داشت تمام کشور رو جارو میکرد. و حالا وقتی انتقام تاریخی فرا رسیده بود. گازلر با غرور و اقتدار وارد کشور آبای گازدار شد، کشوری که حالا به طور کامل تحت سلطه نوشابه ها بود. تحقیرهایی که نوشابه در جنگ یخچالی اول کشیده بودند حالا 100 برابر بدتر جبران شد. پرچم قرمز حزب گازی توی تک تک خیابون‌های کشور نصب شد. همه جا یک دست شده بود، یه امپراتوری واحد تحت فرمان گازلر. و حالا گازلر کاری را انجام داد که برای همیشه توی تاریخ نوشابان موندگار شد. رهبران شکست خورده آبای گازدار مجبور شدن درست همون جایی که قرارداد ترشای رو امضا کرده بودن حاضر بشن، ولی این بار قرارداد گازای جلوشون بود. متن این قرارداد دقیقاً همون قرارداد تحقیرآمیز ترشای بود، اما این بار علیه آبای گازدار. گازلر غروری که توی جنگ یخچالی اول له شده بود رو با افتخار به مردمش برگردوند و این گونه انتقام نوشابان از تاریخ گرفته شد. اما درست لحظه‌ای که نوشابان در اوج قدرت بود، گازلر اشتباهی مرتکب شد که سرنوشت ملتش رو به ظلمت کشید. اون جنگی تازه رو آغاز کرد، جنگی که شاید هیچ وقت نباید واردش میشد. جنگ علیه قدیمی ترین دشمنش، کشور دوقوی. گازلر که حالا خودش رو فاتح یخچال میدید، تصمیم گرفت حسابش رو با یکی از منفورترین گروه‌های تاریخ نوشابان تصفیه کنه، حزب دوقونیسم. این حزب که سالها علیه نوشابه توطئه کرده بود، حالا دیگه باید از تاریخ حذف میشد. در تمام سخنرانی‌های گازلر دوغ‌ها نماد نجاست و فریب معرفی می‌شدند. اون مدام از تقلبی بودن گازهای دوغ‌ها حرف می‌زد و اعلام می‌کرد که اونا لایق زندگی در یخچال نیستن. کلاً نظرش این بود که این گازی که دوغ‌ها دارن گاز تقلبیه، اینا فریبکارن. نفرت از حزب دوقونیسم در تک تک سلول‌های نوشابه جوشیده بود و در آخر در تاریخ 1935 یخچالی، پس از سالها انتظار، بالاخره گازلر کبیر دستور حمله به مرزهای دوقوی را صادر کرد.
ارتش نوشابان با تمام قدرت به سمت دوقوی حمله کرد. زمین زیر پاهای ارتش آهنین نوشابا به لرزه در اومده بود. لشکرکشی عظیمی از غرب یخچال به شرق یخچال. همه چی داشت خوب پیش میرفت، ولی چیزی که نوشابا حسابشون نکرده بودن نزدیکی دوقوی به فریزر بود. این باعث شده بود که کشور دوقوی از حالت عادی خیلی سردتر باشه، چه برسه به اون موقع که زمستون بود. هوس و طمع چشمای گازلر رو کور کرده بود و این باعث شد گازلر حتی صبر نکنه تا بهار بشه که به دوقوی حمله کنه. زمستون سختی بود. نوشابا از درون یخ میزدن و یکی یکی میمردن. گازلر ولی هنوز اصرار به حمله داشت. بردهای زیادش باعث شده بود که فکر کنه شکست ناپذیره و این جلوی تفکر منطقیش رو گرفته بود. با این حال جنگ خونینی بین دوغ‌ها و نوشابا رخ داد. میلیون‌ها میلیون نوشابا و دوغ توی مرزهای دوقوی کشته شدن. خیلی از نوشابا هم به خاطر سرما مردن. گازلر نمیتونست این وضع رو تحمل کنه، برای همین خودش شخصا به خط مقدم جنگ رفت تا با چشمای خودش ببینه که سربازاش دارن با تمام قوا میجنگن، ولی جلوی سرما و قدرت نظامی دوقوی کم آوردن. ولی اون نمیدونست تیر خلاص قرار همین لحظات زده بشه. گازلر با چشمای خیره و غمگین داشت کشته شدن سربازاش رو از پشت میدان جنگ میدید. یکی از ژنرال‌های گازلر دید یه برگه شبیه شناسنامه افتاده بغل پای گازلر. ژنرال اون رو برداشت و خواست اون رو پس بده به گازلر، ولی متوجه شد که شناسنامه است واقعا. برای همین فضولیش گل کرد و برداشت و بازش کرد که ای کاش نمی‌کرد. صفحه اول شناسنامه دید که مخصوص اسم و فامیل مشخصات فرده. وقتی اونو خوند چشماش از تعجب هزاران هزار بار گشادتر شد. اون رو کرد به گازلر و گفت قربان شما؟ گازلر برگشت و متوجه شد که ژنرال شناسنامه رو دیده. ژنرال گفت قربان شما که گازلر نیستید. شما؟ گازلر گفت آره من گازلر نیستم. من هیچ وقت گازلر نبودم. در اصل من گلزارم. جنگ متوقف شد. نورافکن‌ها نور انداختن روی صورت گلزار. تمام این مدت اون گازلر نبود بلکه گلزار بود. همین کار ژنرال و برملا شدن راز گلزار باعث از بین رفتن یکی از بزرگترین حزب‌های تاریخ شد. موزیک پخش شد و گلزار شروع کرد به اجرای کنسرتش. بچه‌ها پند امروز اینه که سرمون تو کار خودمون باشه و توی شناسنامه بقیه فضولی نکنیم که ممکنه این کارمون باعث سقوط یک امپراتوری بشه. بریم با هم اجرای زیبای گلزار رو گوش کنیم و لذت ببریم. هر کی هم فوش بده خودش. دیگه نمی‌کنم عزیزم من با تو آشتی، خودت که هیچی همه میدونستم، بدون تو هم میتونستم. چیه فکر کردی میتونستم، ولی همیشه موندم پای حسم. کسی که بده عوض نمیشه، شخصشو بلد نمیشه. کسی که یکی رو دوست داره که باهاش طرف نمیشه. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به چه و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت دلت گرفت قول بده به خودم زنگ بزنی. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به چه و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت دلت گرفت قول بده به خودم زنگ بزنی. دیوونه بدون تو من از اینجا نمیرم، دیوونه بدون تو نمیتونم میمیرم. یادت رفت که قول دادی بمونی تو همیشه، دیوونه بدون تو نمیتونم نمیشه. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به چه و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی. اگه یه وقت دلت گرفت قول بده به خودم زنگ بزنی. تو خراب کردی همه چیز و خودت، تویی که زدی زیر قولت، ولی من میدونی هنوز فکر میکنم به چه و روز. تو خراب کردی همه چیز و ولی هنوزم تو عشق منی.